بازی‌های زیادی داره الان انجام میشه، باعث شده یه سری جاها به خاک میخوره. بابت این چه تدابیری دارین؟ یکی از بزرگترین مشکلات استان البرز بحث ساختارها و سرانه ورزشی. خدا رو شاکریم که امروز پیش‌بینی 1000 نفر تماشاگر رو توی زمین شماره 2 شریعتی شده، سکوهاش آماده شده. الان ما تو استان زمین فوتبال کم نداریم، چرا با دستگاه‌ها، یعنی دستگاه‌ها شاید با شما تعامل نمی‌کنن؟ دلیلش چیه؟ من به جرئت میتونم بگم همین الان با همین شرایط خاص و سختی که زمین شریعتی یک ما داره، مطمئناً شرایطش حداقل هموار بودنش بهتر از زمین تختی تهرانه. اما متأسفانه اون همکاری لازم انجام نمیشه و حالا دلیلش چیه؟ اونو بعد دیگه بالاخره دوستان پاسخگو باشن. دستگاه نظارتی اون بالا هست که به هر حال بحث فوتبال شوخی بردار نیست. خیلی ها طرفدار این بازی هستن، حتی اونایی که بازی نمی‌کنن. با تمام احترامی که برای همه رشته‌های ورزشی داریم، فکر می‌کنم باید توی یک کفه ترازو قرار بگیره و تمام رشته‌های دیگه توی کفه دیگه. باز فکر می‌کنم فوتبال سنگینی بکنه. ولی یه گله‌ای که داشتن این بود که اداره کل ورزش جوانان هیچ حمایتی از اونها نداشته. همه با شور اشتیاق خاصی می‌اومدن این مسابقات رو تماشا می‌کردن و لذت می‌بردن. شما تو مسابقات 2025 جام جهانی تیم رو همراهی نکردین، دلیلش چی بود؟